همایش در دوشنبه برای بررسی کار 13 رسانه محلی در تاجیکستان که تا کجا معیارهای اخلاقی فعالیت ژورنالیستی را رعایت کردند. شورای وسایط اخبار عامه مطالب نشریه‌های آزیا پلوس، تاجیکستان، SSR، فرج، جوانان تاجیکستان، آموزگار، سمک، استقلال، محبت و آیله، منبر خلق، آیله و آژانس‌های خبری خاور و اوستا را دوام 5 ماه اخیر سنجیده است. در این چاره‌بینی نام به نام گفته نشد که کدام نشریه چی معیارهای ژورنالیستی را نقض کرده است، ولی نمایندگان شورای وسایط اخبار عامه به صورت عموم گفتند یک کمبود اساسی رسانه‌ها این است که مواد تبلیغاتی را بدون اشاره مخصوص همچون مطلب ژورنالیستی پیشنهاد می‌کنند. اثردزدی، استفاده از زبان خشونت و کلمه‌های عامیانه، نشر معلوماتی که بد اخلاقی را تبلیغ می‌کند و تفریق اندازی در بین خبرنگاران از معیارهای بودند که از سوی رسانه‌های محلی نقض شدند. نمونه بدترینش این بوده است. ای جوان تاجیک، آیا برابر چوینکت مغز داری؟ برابر میکروبیل، برابر تفدان یا ماشین جامه‌شویی چند کشک؟ لیکن بعد میبینم گوساله را که ملاها در نظر است که برابر گوساله‌شان دانش ندارند و راهنمایی مردم میکنند. نمایندگان برخی رسانه‌هایی که کارشان سنجیده شد در این همایش حضور داشتند اما واکنش نکردند. نمایندگان شورای وسایط اخبار عامه گفتند هدفشان این است که رسانه‌های تاجیکستان کمبودهای خود را اصلاح کنند تا کارشان به دادگاه نرود. در این همایش نمایندگان برخی سفارتخانه‌های غربی حضور داشتند. یورک شوگرافت، سفیر آلمان، بدون اشاره به وضع فعلی کاری رسانه‌ها در تاجیکستان گفت خبرنگاران نباید ترس و هراس داشته باشند. نماینده اتحاد اروپا هم به این نکته تاکید کرد. But ethical journalism cannot thrive in a climate of fear. ژورنالیستیکای اخلاقی نمیتواند در فضای ترس رشد کند. این تجربه من است. برای تامین معیارهای اخلاقی هر یک کشور باید محیط فراهم آورد که در آن روزنامه‌نگاران به ترس تعقیب و عاقبت‌های نامطلوب درباره حقیقت گزارش دهند. ولی در این نشست به بد شدن فضای کاری خبرنگاری در تاجیکستان دوام 2 سال اخیر تاکید نشد. خبرنگاران تاجیکستان دوام 2 سال اخیر دوره مشکل را پس سر می‌کنند. 10 خبرنگار و بلاگر زندانی شدند و به گفته روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع از اداره‌های دولتی مشکل شده است. کمیته دفاع از خبرنگاران و چند سازمان دیگری حامی حقوق از حکومت طلب کردند خبرنگاران را آزاد کنند. مقامات این دعوت‌ها را تا این دم نادیده گرفتند. مولا رجب یوسف شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.